من تا سن 20 سالگی تا اون جایی که در توانم بود از پدرم پرستاری کردم، چون پدرم از زمانی که چشمو باز کردم مریض بود. بعضی وقتا تو خیابون با افتخار میگم بساط میزدم. من بچه طلاقم. بالاترین تجسمی که نسبت به من داشتن این بود، این اگر معتاد نشه خیلی‌ها رو معتاد میکنه. جوان برتر ایران شده بودم تو تئاتر، بعد بیکار، بعد تو این قهوه خونه هستن املت میدم با پیاز. رفیقم گفت آقا احمد مهرانفر دنبال شماره تو میگرد. ای احمد مهرانفر، بعد من خودم فن پایتخت یک، ما زنگ زدم گفتم سلام آقای مهرانفر. گفت شما؟ گفتم من برام افشاری ام. گفت آره آره میتونی بیای دفتر ما؟ سر کلاس گذاشتم، گفتم نه درگیرم الان تمرینم، حالا هیچ چیز، اصلا بیکار و علاف و اینجا نشسته بودیم. بعد گفتش که خب باشه کی میتونی بیای؟ گفتم 1 ساعت دیگه. خیال کردم میگم پس فردا. ما اومدیم و گفت باشه بیا. آدرس رو گفتیم، از هیچ جا بی خبر سوار موتور یک تگرگی گرفت دوباره. تو چرا موتور آره تق بزن تو دستت. بعد ماشینا با صورت گل. بعد مثلا می‌خواستم تمام رخ باشه، بعضی از صورتم بهم اینورم. آقا ما رفتیم اونجا، دیدیم با ماشینای مدل بالا و اینا پارک کردیم. ما رفتیم موتور رو زدیم اون کوچه بالایی، یه نگاه کردیم خیلی داغونیم. این هیچ جوره با یه آب نمیره. برف و مرف و فلان و اینا رو شستیم. دستم گذاشتم رو موتور رو که دستم داغ بشه درس میدم و اینا. بعد در واقع آره گفتم سلام. گفتم خوب است آقای مهرانفر؟ گفت مازندرانی بلدی؟ گفتم نه. گفتش که برو یاد بگیر. من تازه فهمیدم پایتخته. بعد انقدر ذوق پیدا کردم برگشتم گفتم آقا واقعا من قراره بازی کنم. گفت من دارم بهت میگم برو مازندرانی. ما رفتیم مازندرانی یاد بگیریم. بعد دیگه رفتیم، یه ما بعد بهمون زنگ زدن، اون شیرافکن 2 قسمت بازی کردیم و بعدش در پایتخت 5 خیلی سخت بود. من فکر نمی‌کردم انقدر مردم دوست داشته باشه. کل زندگیمو بسنده کرده بودم به 2 حرف. 1 شانس مال کسیه که تا آخرین لحظه تلاش میکنه. 2 پایان همه چیز خوب. اگر پایان یه چیزی بد شد نگرانش نباش، چون پایانش نیست.